کانال یوتیوب یونایتد کسته و ما با اپیزود دوممون در خدمتتون هستیم. توی این اپیزود ما به تحلیل و بررسی بازی منچستر یونایتد و برایتون توی اولترافورد میپردازیم. بازی که طی اون شاگردان دیزربی تونستن با برتری مقتدرانه 3-1 از سد یونایتد تنهاخ بگذرن و باعث بشن تا یونایتدیا بعد از بیشتر از یک سال طعم شکست توی تئاتر رویاها رو تجربه کنن. اما بریم و به تحلیل بازی بپردازیم و میخوایم کار خودمون رو هم با فاز 1 بازی برایتون یعنی بیلداپ اونها شروع کنیم. جایی که معمولا شاگردان دیزربی تلاش میکردن تا توی 1/3 دفاعی خودشون یه برتری عددی 5 در برابر 3 رو مقابل یونایتد ایجاد کنن. ساختار پرس یونایتد درست مثل بازی آرسنال ساختاری بود که از لحاظ ارز زیادی نداشت و همچنین این دفعه یک فرد آزاد توی پرس یونایتد حضور داشت. این فرد آزاد معمولا کاسمیرو بود و حضور یک فرد آزاد مانند کاسمیرو توی پرس در کنار اینکه شماره 6 های برایتون زیاد عقب‌تر نمی اومدن و درخواست توپ نمی‌کردن باعث میشد تا یونایتدیا خوب بتونن فاز بیلداپ برایتون رو مختل کنن و بازی اونها رو به کنارها بکشن و اونجا هم با شیفت درست همه بازیکن‌های تیم به مناطق کناری بتونن توپ رو از برایتون بگیرن و روی ترانزیشن ها به اونها ضربه بزنن. اما بعد گذشت این مدت زمانی می‌دیدیم که برایتونی ها توی فضا جایگیری‌های بهتری دارن. حالا مدافعین وسط اونها عریض‌تر بازی میکنن و بازتر هستن و شماره 6 های اونها هم عقب‌تر میان و درخواست توپ میکنن. همین عقب‌تر اومدن هافک دفاعی برایتون باعث میشه تا یونایتدی ها حالا دیگه نتونن خیلی راحت مدافعین وسط برایتون رو پرس کنن و توجه اونها به سمت هافک ها هم جلب میشه و همین باعث میشه تا نتونن به مناطق کناری‌تر زمین شیفت کنن و عریض برایتون بتونن توپ رو جلوتر بیارن و برایتون رو وارد فاز 2 بازی بکنن. توی فاز بعدی بازی هم برای برایتون اما معمولا می‌دیدیم که برایتونی ها توپ رو به سمت راست زمین میارن. این امر به این دلیل بود که پرسنل پرسینگ سمت راست یونایتد که راسموس هویلون و اسکات مکتامینی باشن هم پرسورهای بهترین و هم از لحاظ فیزیکی بازیکن‌های قابلتر و قادرترین. اما در سوی مخالف مارکوس رشفورد و کریستیان اریکسن این ویژگی‌ها رو ندارن. ما می‌دونیم که مارکوس رشفورد ورک ریت کافی برای بازی هنگام خارج از مالکیت و یک فوتبال پرسینگ رو نداره و همچنین کریستیان اریکسن به دلیل مشکلات فیزیکی و سن بالاش زیاد نمیتونه با اینتنسیتی بالا به حریفان فشار اعمال کنه و توپ رو ازشون بگیره. به همین دلیل معمولا بازی برایتون به سمت راست زمین کشیده میشد و پاسکال گروس با عقب‌تر اومدن و اضافه شدن به نیم فضای سمت راست یک لوزی رو در سمت راست برایتون تشکیل میدادن و یه برتری عددی 4 در برابر 3 ایجاد میشد و همین به برایتونی ها این اجازه رو میداد تا با ایجاد کارهای ترکیبی بتونن فضا رو در نیم فضای چپ یونایتد ایجاد کنن و از سمت چپ به یونایتد ضربه بزنن. اتفاقی که روی گل اول یونایتد هم افتاد و برایتونی‌ها تونستن خیلی راحت دنی ولبک رو توی موقعیت گلزنی قرار بدن. یکی دیگه از برنامه‌های برایتون برای خروج از تحت فشار یونایتد این بود که معمولاً یکی از بازیکنان شماره 6 اونها یعنی پاسکال گروس و محمود داوود عقب‌تر میومد به مدافعین وسط خودش مثلث‌هایی رو ایجاد می‌کرد و زوایای بهتر پاس بهتری رو هم برای خودش ایجاد می‌کرد و همین باعث می‌شد تا برایتون خیلی راحت‌تر بتونه از زیر فشار اعمال شده توسط یونایتد جون سالم به در ببره. اما بریم به طرف دیگه زمین و بخش مالکیت یونایتد بپردازیم، جایی که برایتونی ها تلاش میکردن تا با چینش 4-2-4 یه پرس منتومن و سنگین رو برای یونایتدی ها ایجاد کنن و همین باعث میشد تا آندره اونانا هنگامی که توپ رو در اختیار داره آزاد باشه و هیچ مردی روش فشار رو اعمال نکنه. اما میدیدیم که گزینه‌های پاس او کاملا بسته شدن. یونایتدی ها تلاش میکردن تا برای فرار از این حربه برایتون جابجایی ها و روتیشن های زیادی رو داشته باشن و برای بازیکن‌های برایتون اختلال در تصمیم گیری رو ایجاد کنن. اما می‌دیدیم که برایتونی ها خیلی خوب به یار خودشون میچسبیدن و اون رو ول نمی‌کردن و همین باعث میشد تا بتونن فشار رو روی بازیکن‌های یونایتد به نحو احسن اعمال.
و همین یونایتد رو مجبور میکرد تا به صورت بلند بازی کنه و اکثر توپ‌های بلند هم به سمت مارکوس رشفورد ارسال میشد. هرچند ما میدیدیم زمانی که توپ‌های بلند به راسموس هویلون میرسه، درست مانند بازی آرسنال، اون خیلی خوب بدن خودش رو بین توپ و مدافع حریف قرار میده و توپ رو روی زمین میاره و باعث میشه تا بازیکن‌های یونایتد بتونن فرصت بهتری برای بردن توپ دوم داشته باشن. اما با این وجود باز هم اکثریت توپ‌های بلند به سمت چپ و جایی که مارکوس رشفورد ایستاده بود ارسال میشد. اما یونایتدی ها روی ترانزیشن ها و ضد حمله ها هم تیم خطرناکی به نظر می رسیدن. ما می دیدیم که یونایتدی ها وقتی توپ رو به دست میارن میتونستن به دلیل ضعف اعمال فشار برایتون توی مناطق میانی و هجومی خودشون اون رو برای لحظاتی نگه دارن و توپ رو بچرخونن و سپس بعد از انتقال بازی به فاز بعدی مارکوس رشفورد رو توی موقعیت های ایزوله و یک در برابر یک قرار بدن که ما میدونیم مارکوس رشفورد چقدر بازیکن خطرناکه توی چنین موقعیت ها و گاهی اوقات هم یونایتدی ها با بردن توپ‌های دوم و دوئل ها توی میانه زمین میتونستن سریعاً با یک پاس رشفورد رو صاحب توپ کنن و باز همون رو در شرایطی قرار بدن که بتونه خطر آفرینی کنه. این اتفاق توی نیمه اول که بازی به صورت نزدیکتری دنبال میشد بارها و بارها اتفاق افتاده. حتی رشفورد یک بار تونست تیر دروازه برایتون رو به لرزه در بیاره و بار دیگر هم تونست با ایجاد یک موقعیت برای راسموس هویلون گل اول ستاره دانمارکی یونایتد رو براش بسازه. اما این گل به دلیل بدشانسی یونایتدی ها مردود اعلام شد و باز هم شاگردای تنهاخ در برابر VAR شکست خوردن. اما توی نیمه دوم که یونایتدی ها به هم ریخته تر به نظر می رسیدن و فاصله بین خط دفاعی و خط هافکشون بیش از حد معمول شده بود، می دیدیم که برایتونی ها خیلی خوب میتونن با استفاده از حمله توپ رو جلوتر بیارن و به یونایتد ضربه بزنن و این اتفاق بیشتر از سمت چپ اونها رخ میداد، جایی که لوئیس دانک و طارق لمتی هر دو قابلیت حمله توپ بالایی دارن و می دیدیم که لمتی بارها تونست با استفاده از فضای ایجاد شده بین خطوط یونایتد و قدرت حمله توپ بالای خودش توپ رو در منطقه خطرناک زمین بیاره و با ارسال یک پاس کاتبک بازیکن‌ها رو توی موقعیت شوت زنی قرار بده و یونایتدی ها هم در دفاع کردن این پاس‌های کاتبک طارق لمتی ناتوان بودن، چرا که فاصله بین خط هافک و خط دفاعی اونها خیلی زیاد بود و هیچ هافکی نبود که بتونه این فضا رو پوشش بده و یار خودش رو به درستی بگیره و اون رو مارک کنه و به همین دلیل بود که می‌دیدین برایتونی ها خیلی خوب میتونستن با استفاده از کاتبک‌های طارق لمتی موقعیت ایجاد کنن و گل دوم و سومشون هم دقیقاً روی چنین سناریویی بود که به ثمر رسید. در دقایق انتهایی بازی هم ما می‌دیدیم که یونایتدی ها تلاش میکنن تا با تلاش و اگریسیو بودن بیشتری برایتون رو تحت فشار قرار بدن و محدودیت زمان و فضا رو برای اونها ایجاد کنن. اما می‌دیدیم که برایتونی ها خیلی خوب توپ رو دوباره به خط اول خودشون برمیگردونن و از اونجا با عوض کردن بازی به سمت دیگه خیلی راحت پرس من یونایتد رو دور بزنن و از زیر فشار شیاطین سرخ خارج شن و به همین دلیل بود که باز هم می‌دیدیم یونایتد بعد از به ثمر رسوندن گل دومش هر چقدر که تلاش میکنه هنوز هم نمیتونه توپ رو از برایتون پس بگیره و توی موقعیت قرار بگیره و بتونه دوباره دروازه مرغابی ها رو تحت خطر قرار بده. البته که این مشکل یونایتد از طرفی به دلیل این بود که بازیکنای اونها خیلی خوب پاس به عقب بازیکنای برایتون رو کاور نمیکردن و همین باعث میشد تا توپ دوباره بتونه به خط اول برگرده و بازی به راحتی هر چه تمومتر سویچ بشه. خب خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدواریم که از ویدیو لذت برده باشید و تونسته باشیم که بازی رو به نحو احسن برای شما شرح داده باشیم. لطفا ما رو حمایت کنید، توی یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، اگر کارمون ارزشمنده برام کامنت بذارید و پستامون توی یوتیوب رو لایک کنید. حواستون به اپیزودهای هفتگی ما توی کست باکس هم باشه. حتما بازی ها رو خیلی جامع‌تر و از بعدهای دیگه‌ای توی اون اپیزودها بررسی می‌کنیم. خیلی ممنون که تا اینجا ما رو یاری کردید. امیدواریم تا با اپیزودهای بهتری در خدمتتون باشیم. احتمالاً هم اپیزود بعدیمون تحلیل بازی بایرن مونیخ و منچستر یونایتد توی آلیانز آرنا باشه. پس تا اون موقع مراقب خودتون باشید. فعلا خداحافظتون.